سلام، من منصوره شجاعی، کنشگر جنبش زنان، در حمایت از کمپین حمایت از مادران زندانی سیاسی و عقیدتی از این کمپین حمایت میکنیم و به این تجمع میپیوندیم برای اینکه انعکاس صدای دادخواهی و حق طلبی زنان زندانی باشیم. در واقع این کمپین هم به دلیل رعایت حقوق کودکانی که مادرانشون در زندان هستند و هم به خاطر دفاع از نقش اجتماعی مادران، دفاع از نقش جامعه مدنی، نقشی که زنان در جامعه مدنی دارند. ما اینجاییم برای اینکه اعلام کنیم ما کنشگریم، ما مادریم، ما زنیم و در هر کدوم از این نقش ها وظایفی رو بر عهده ما میذاره که ما باید به یک میزان و با تعهد و آرمان کامل به این نقش ها رسیدگی کنیم. امیدوارم که تمام مادران آزاد بشن، تمام پدران آزاد بشن، همه زندانیان سیاسی آزاد بشن. تأکید ما بر مادری در واقع نه این است که تربیت فرزند تنها وظیفه و نقش زن در خانواده است. به این دلیل است که نامه نرگس محمدی با تأکید بر رنج دوری او از فرزندان بود و او نه فقط به خود بلکه به مادران دیگر هم اندیشید و نامه او همچون یک بیانیه زنان کنشگر جنبش زنان ایران را یک بار دیگر دور هم جمع کرد تا بگوییم که ما مادریم، ما کنشگریم و ما خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم و ضمناً با تأکید بر خواست سلامت نرگس و دیگر مادران زندانی.